یکی از بزرگترین فوتبالبازان روی عالم دیگو مارادونا در سن 60 سالگی درگذشت. گفته می شود که او به سکته قلب گرفتار شد. ابتدای ماه روان طبیبان از مغز سر مارادونا لخته خون را بیرون کرده بودند و او می بایست از معتادی به الکل معالجه شود. در چمپیونات جهان سال 1986 در مکزیک مارادونا کاپیتان دسته منتخب فوتبال بود که جام جهانی فوتبال را به دست آورد. بسیاری ها هنرنمایی مارادونا را معجزه می نامیدند. توپرانی او، ضربه های او و توپ هایی که به هدف رسانیده است سرمشق صدها و هزارها ستاره فوتبال جهان شده است. مارادونا در دسته های مشهور بارسلونا و ناپولی هنرنمایی کرده است. سال 1990 دسته منتخب آرژانتین که در آن مارادونا کاپیتان بود جای دوم را کسب نمود. بعد از آن در سالهای اخیر هنرنماییش مارادونا با استعمال الکل و مواد مخدر عادت کرده 15 ماه از شرکت در مسابقه ها محروم شده بود. سال 1997 مارادونا هنرنمایی را بس کرده به کسب مربی فوتبال رو آورد. او یک مدت مربی منتخب فوتبال آرژانتین بود و بعداً چند دسته فوتبال امارات متحده عرب، مکزیک و آرژانتین را هم سروری کرده است. اتحادیه فوتبال آرژانتین خبر مرگ مارادونا را نشر نموده اعلام کرده است که او تا ابد در دل هواداران فوتبال سراسر عالم جای خواهد داشت.